سلام خدمت دوستان عزیز. امروز در یک لایو بسیار خوب با یک متخصص بسیار خوب خدمتتون هستم. امیدوارم که روز خوبی برای همتون باشه، روز و عصر خوبی. میخوایم که در مورد تیروئید و سلامتی و تغذیه باهاتون صحبت بکنیم. خیلی خوش اومدید. من نگار هستم و از دیدن همه شما خیلی خوشحالم. میبینم که مریم عزیز هم هستن و سلام نگار جون. سلام مریم جان، خوب هستین؟ خوبم عزیزم، خیلی ممنون. خیلی از شما دیدنتون چطوری؟ خوشحالم. قربونت مرسی. منم خوبم، برم. خیلی ممنون. من مرسی از وقتی که خوبه، گذاشتید. صدا و تصویر و اینام خوبه. آره برای اوکی من که خیلی خوبه. اوکی، امیدوارم عالی بقیه عالی دوستانم عزیزم، خوب باشه. عالی خب عالی. خوب هستین؟ خیلی خوب، خیلی ممنون، خیلی مرسی هم عزیزم. عالی. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید مریم جان. برای من باعث افتخاره که امروز با شما اینجا خواهش هستم. خیلی میکنم ممنونم ازتون. خواهش میکنم. منم خب از شما ممنونم مرسی. عزیزم که زحمت کشیدی. این یه موضوع خیلی 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 مهم. پرچالشیه و زحمت کشیدی اینو کوردینیتش کردی، ازت ممنونم. و خواهش به میکنم. همه همراه های عزیزمون از جمله خانم دکتر مؤید نیا هم سلام میکنم. بله حتما. خانم دکتر مؤید نیا از همکارای خیلی قدیم من هستن و جالب اینه عزیزم که من از طریق پیج شما دیدمشون. یعنی امروز براشون پیغام فرستادم، فکر کنم نمیدونم 23 سال پیش یا واقعا 20 و چند آه، سال پیش ما با هم کار میکردیم. یه مسیر رو با هم هر روز میرفتیم و میمدیم. خیلی برام جالب بود. دنیا میگم به کوچیک دنیای منه. کوچیکی، خیلی به خیلی دنیای کوچیکی. و چقدر خیلی عالی، چقدر عالی. خیلی حسین جان سلام عزیزم، سلام سلام به همتون. سلام به همگی. بله خب مریم جان، میخواید که مستقیم وارد صحبت بشیم یا منتظرشیم دوستان بیشتری جوین نه بشن؟ هر جور که نه، شروع میکنی. شما شروع سیو بکنیم. میکنی نگار جون؟ جان سیو میکنی این سعی لایو؟ خواهم کرد که سیو بکنم، مگه اینکه حالا آخرش یه چیزی بشه سیو نشه ایشالله که که امیدوارم نمیشه، ولی چون سعی خیلی ها از من خواستن که حتما سیو بشه. حالا سعی اگر خواهم کرد. کسی دیرتر به ما جوین شد، حالا دیگه میرن بله ویدیوشو میبینن. آره حتما عزیزم، حتما. آره. ممنون میشم که شما میخواید شروع کنید یا من سوال بپرسم، هر جور که شما راحتید. میخواستیم ام، آره ببین، فقط من قبل از اینکه شما شروع بکنی یه مقدمه کوچیک میگم و اون این که غده تیروئید ما، البته شما هم خودت هم همه کسایی که همراهمان، همه اساتید اینجا جمعینا، ولی یه کوچولو من میخوام اطلاعات بگم. 100% بله. ام، غده تیروئید یه غده‌ای هستش روی جلوی گردنمون و خب 2 تا لوب داره، 2 تا قسمت این طرف و اون طرف داره که این 2 تا به هم دیگه وصلن و غده خیلی بزرگی نیست، ولی یک حکمران بزرگه توی بدن ما. و جالبه که من داشتم یک کتابی میخوندم اسمش هست مایکروبایوم تایروید، که چطور مایکروبایوم ها یا باکتری های روده روی تیروئید و سلامت تیروئید اثر میذاره. توی این کتاب، تو مقدمه این کتاب نوشته بودش که از صبح که شما از خواب بیدار میشین، از اون بیدار شدنتون، اولا از کیفیت خوابتون، از بیدار شدنتون، از اینکه حس و حال اومدن از تخت بیرون داشته باشین، چه حسی داشته باشین، چه افکاری به ذهنتون برسه، چقدر انرژی داشته باشین و کلا دیگه برو تا کل تصمیمای روزانه شما یک جوری غده تیروئید توش نقش داره. یعنی میگم انقدر ذهنم این چه ریزه دیگه دقیقا همینه.
یه قده اینقدی کل زندگیمون تحت تاثیرشه دیگه، هر واقعا هم کاری که همینطوره. میکنی تحت تاثیر اینه، درست. از نظر روحی، روانی، نمیدونم، مموری، فعالیت های مغزی، حافظه، اینا تا فعالیت های بدنی، انرژی داشتن، همه چی یعنی کل زندگی ما تحت تاثیر این قطب است. خب دیگه این درست. خیلی مهمه و اینکه انقدر در موردش سوال میشه و انقدر در موردش نگرانی هست و انقدر مشکلات هست دیگه، فکر کنم همین یه جمله کل اینو توضیح میده که چقدر اهمیت. درسته. و میدونید تا وقتی که یک اتفاقی من فکر میکنم تو بدنمون نمیفته، ما هیچ وقت به این مسئله پی نمیبریم. یه مشکلی پیش میاد تا اینکه ما چی میگن اون چراغ سبز روشن میشه که آهان دیگه این قدهه به هم خورد، یا اینجای بدن به هم خورد، اونجای بدن به هم خورد، باید یه حادثه ای پیش بیاد. پس برای اینکه پیش گیری بکنیم بهتره که از اول بدونیم، اطلاعات داشته باشیم و بدونیم که واقعا چی کار بکنیم. حالا شما لطف بکنید هر جور که دوست دارید شروع بکنید در مورد، چون دوستان سوالهایی که داشتن از قبل این بود که در مورد کمکاریش بگیم، در مورد پرکاری بگیم، در مورد بیماری هاشیموتو توضیح بدیم و اینکه کلا تغذیه چه نقشی در این مسائل داره و آیا میتونیم پیشگیری کنیم نکنیم، بعد از ابتلا چیکار بکنیم. یه بحث جامع خواهد بود ولی بیشتر سوالها اینا بودن. خواهش میکنم، چشم. یه نکته جالبی که در مورد بدن ما هست اینه که متاسفانه حالا یا خوشبختانه وقتی که یک سری از بیماری ها، یک علائمی از یک سری بیماری ها پیدا میشه، این نشون میده که بدن داشته یه زمان زیادی میجنگیده، داشته دیگه تموم اینقدر بدن ما شگفت انگیزه، کلا سیستم های بدنمون که انقدر خودش تلاش میکنه، انقدر خودش سعی میکنه همه چی رو درست کنه، فشار به دونه دونه اندامهای بدن میاد و وقتی که مثلا مشکلی از قبیل مثلا مشکلات تیروئید خودش رو نشون میده و ظاهر میشه و ما علائم رو میبینیم، حالا چه تو آزمایش‌های خونی یا تو به هر صورتی، یعنی دیگه واقعا بدن ناتوان شده که خودش بخواد یه کاری برای خودش بکنه، اینه که دیگه علائم نشون داده میشه. پس خیلی بهتره که ما صبر نکنیم تا اون موقع. این یه نکته. و یه نکته، یعنی منظورم اینه که تمام صحبت هایی که ما الان داریم میکنیم برای کسایی نیستش فقط که مشکل تیروئید دارن. حتی افراد سالم، حتی کسایی که کاملا سالمن باید این توصیه ها رو در نظر بگیرن. این یه نکته. و یه نکته دیگه که توی درمان های هالیستیک ما بهش خیلی توجه میکنیم، حالا هالیستیک یا کلنگر، اینه که هیچ سیستمی از بدن ما تنها بیمار نمیشه و هیچ سیستمی هم تنها درمان نمیشه. خب یعنی اگر که مثلا من کسی رو ببینم که مشکل کبد داره، کبد چرب داره، حتما توی پروتکلی که برایشون در نظر میگیرم ساپورت تیروئید رو هم در نظر میگیرم. کسی که مقاومت به انسولین داره همینطور، که هر مشکلات اینطوری، هر کسایی که مشکلات جسمی دارن، مثلا آرتروز دارن، یه جورایی التهاب دارن، اینا تمامش باید حتما کبد و تیروئید رو هم با هم در نظر بگیریم، اینا رو هم ساپورت بکنیم و کل این سیستم که ما امروز در موردش صحبت میکنیم، درسته ممکنه جواب سوالای خاص، نگرانی های خاصی رو بدیم، اما برای افراد سالم هم خیلی اهمیت داره. حتی اگر هیچ مشکلی هم ندارین، دونه دونش رو گوش بدین لطفا، خیلی اهمیت داره. همطور که نگار جون شما خودت گفتی، خب خودت هم بهتر میدونی، 2 مشکل ما داریم. اگر همه چیز اوکی باشه که خب هیچ مشکلی نیست و نگرانی نداریم، ولی معمولا 2 دسته مشکلات ایجاد میاد، یا تیروئید خیلی پر کار میشه یا خیلی کم کار میشه، کارش از حد نرمال خارج میشه. این 2 جوره که ما شروع میکنه سیمتوم ها یا علائم رو دیدن و لزوما هر آزمایشی که
سالم بیاد بیرون نشونه این نیست که ما سالمیم. درست. آزمایش خون اگر شما بدین و هورموناتون و این هورمون های تیروئید، نوروترانسمیترها، همه اینا مشکلی ندارن روی کاغذ، این نشونه این نیست که ما سالمیم. سیمتوم ها و علائم رو در نظر باید بگیریم حتما. خیلی مهمه. بله، چون خیلی هم هستن که میگن، به من میگن تو مشکل تیروئید داری، ولی دکترم میگه نه چون که همه آزمایشام نرماله. سالم بوده. خیلی مهمه. بفرمایید. درست. گوش میدید. مریم جان انقدر قشنگ صحبت میکنید که نه شما لطفاً خواهش میکنم ادامه بدید شما. ولی حالا مثلا یکی از نمونه های این مشکلات که من چند وقت پیش داشتم با یه نفر این بودش که هورمونی که از غده هیپوفیز ترشح میشه که به تیروئید ما میگه شروع به کار بکن، TSH بهش میگن یا تایروید استیمولیتینگ هورمون، این هورمون تو حد بالا بود. مثلا فرض کن اگر 5 به بالا مشکله، ایشون مثلا 4.8 بود و پزشک بهشون گفته بودن شما سالمی. نشون میداد که یعنی تیروئید داره خودش رو میکشه که همه چیز رو سالم نگه داره و واقعا این یه آلارم بود، یه زنگ خطر بود و به محض اینکه من با ایشون صحبت کردم دیدم چقدر علائم مشکلات تیروئیدی داره، ولی خب چون بهش گفته شده که آزمایش خون سالمه هی نادیده گرفته. خب این از این. یه نکته دیگه این که گاهی اوقات کمکاری و پرکاری تیروئید میتونن علائمشون با هم دیگه چیز بشن، به صورت مثلا کانفیوز بشن، یعنی اشتباه گرفته بشن. بعضی موقع ها بعضی افراد خیلی بالا و پایین شدن دارن، یعنی یه وقتایی تیرویدشون بالاست خیلی کار کردش، یه وقتایی پایینه، یعنی هر دو تا رو دارن و بعضی وقتا بعضی علائم هم هست که توی هر دو تا اینا مشترکه. در نتیجه گیج میشیم ما که آیا این شخص کدومشو داره. در نتیجه توی همچین افرادی ما دوباره باید شرح حال بگیریم و ببینیم زندگی این شخص چطوره، لایف استایلش چطوره. کل لایف استایل رو که ما در نظر میگیریم، اون وقت با کل لایف استایل میتونیم بفهمیم که خب ایشون با چیزای دیگه ای که داره دوباره به صورت هولیستیک که نگاه کنیم متوجه میشیم که این از نوع کمکاره احتمالا. و نوع کمکار تیروئید الان خیلی شایعه و متاسفانه روز به روزم داره بیشتر میشه. درسته. پس مریم جان وقتی که یکی آزمایشش نرمال نشون میده، شما فقط با توجه به علائم و لایف استایلی که داره، یعنی در واقع کل نگری میکنید و میتونید بگید که پرکار هست یا کمکار هستش، یا متعدده که خیلی زود نشون میده. آره میخوام یعنی اینجا به همه هشدار بدم که حتی اگر آزمایش‌های خونتون سالم بود علائم رو جدی بگیرید. حتما علائمش هم صحبت بکنید لطفا. البته عزیزم، البته. حالا علائم به صورت کلی هر تغییری که شما حس میکنید، هر چیزی که فکر میکنید فرق کرده. مثلا خیلی ها میگن که ما به اندازه قبل غذا میخوریم، همون غذاها رو میخوریم، هیچی فرقی نکرده، همون مقدار ورزش میکنیم ولی وزنمون داره بالا میره. خب یا وزن کم نمی کنیم یا توان بدنی نداریم، مثلا جون ندارم، انرژی ندارم، صبح نمیتونم از تخت بیام بیرون. اینا چیزاییه که بعضی وقتا بی اهمیت گرفته میشه و یا مثلا میگیم خب مال اینه مال اونه. نه، اینا رو حتما باید با متخصص مشورت کنیم و ببینیم که در کنار بقیه چیزا چی میتونه باشه. یه علائم دیگه مثل نازک شدن موها، تغییر حالت ناخونا. اگر یکی بوده که همیشه ناخوناش نازک و شکننده بوده، خب حالا اون فرقه، ولی اگر میبینین تغییری ایجاد میشه، پوستتون خشک میشه خیلی، مثلا قبلا این خشکی پوست رو نداشتین، روی حافظه، روی توانایی ذهنی اثر میذاره، بعضیا دیپرشن یا افسردگی میگیرن، بعضیا زود رنج و تحریک پذیر میشن، بعضیا ایجاد اضطراب میکنه، مثلا نمیفهمه چی شد، هیچ دلیلی هم نداره، یه اضطراب میاد سراغش.
PMS های دردناک برای خانوم ها خیلی زیاده ها. کسایی که مثلا مشکلات 1 یا 2 هفته قبل از پریودشون خیلی زیاده دردناکه، یا قبلا کمتر بوده الان بدتر شده، این میتونه باشه. یه نکته جالب اینه که وز کردن توی گوش، اگر بعضی موقع صدای زنگ توی گوشتون میاد، این میتونه نشانه کمکاری تیروئید باشه. دیگه براتون بگم اگر که از دست دادن عضلات، بدنتون نمیتونه عضله بسازه که خب حالا به هر صورت هم روی ساختار عضله سازی بدن میتونه اثر بذاره، و همین که توانه ورزش نداری، جونشو نداری، انرژیشو نداری ورزش بکنی، میتونه نشونه کمکاری تیروئید باشه. و خب دیگه مثلا براتون بخوام اشتهاهای عجیب و غریب میتونه نشونه کمکاری تیروئید باشه، که مثلا قبلا من اینطور نبودم، الان مثلا به یه چیزای خاصی اشتها دارم اینا، که خب البته ما توصیه میکنیم حتما آزمایش خون بدیم، ولی در کنار آزمایش خونتون علائم را هم حتما جدی بگیرید. در مورد آزمایش، خب ما نرمال که میگیم، خب بالاخره یه نرم داریم دیگه، توی مثلا میانگین فرض کنید وسط ها هستش. خب وقتی که نرمال میگه طرف، یعنی دکتر میگه نرماله ما ولی علائم رو میبینیم، اون موقع احتمالاً نزدیک به لیمیتیم دیگه، نه ولی نرمال دیده میشیم، از لیمیت بالاتر نمیره ولی تو اگر نزدیک لیمیت. مثلا به 2 قسمت تقسیم بکنی، مثلا نقطه وسط رو در نظر بگیری، شما تو نقطه توی نصفه دوم رو به بالا هست. بسیارم عالی. آره. و اگر این نقطه رو ما بفهمیم و زود بهش برسیم، خیلی احتمال داره که مشکلات تیروئید رو حداقل بتونیم عقب بندازیم، و خیلی احتمال داره که بتونیم مثلا جلوگیری کنیم، پیشگیری کنیم. خیلی هم جالب و عالیه. پس یه مقدارم احساس میکنم این روزا بیشتر کمکاری تیروئید انگار مشکل داره. خیلی ها کمکار هستن نسبت تا اینکه پرکار باشن. حالا نمیدونم تغذیه تاثیر داره، عوامل محیطیه، یا چطور هست که بیشتر تیروئید کمکار شده، یعنی افراد علائم کمکاری رو بیشتر نشون میدن. بله درسته. استرس خیلی مهمه. استرس هایی که نمیگم، من همیشه میگم نمیشه استرس نداشته باشیم، که استرس داریم، ولی استرس هایی که مدیریت نمیشه، براش هیچ کاری نمیکنیم، خیلی مهمه. نوع تغذیه‌مون خیلی مهمه. جالبه که خب آخه بدن ما یک سری، حالا من کاری به اون درشت مغذی ها که چربی و کربوهیدرات و پروتئینه ندارم، اونو میذاریم کنار، یک سری ویتامین ها و مواد معدنی بدن ما لازم داره که همه اینا باید باشه، و همه اینها به یک صورتی توی یک پروفایلی به بدن ما برسه که بدن بتونه دونه بدونه اندامهاش درست کار بکنه. خب حالا شما مثلا بیا یه سری به خاطر اینکه یا درست نمیخوریم غذا، میایم چون که یه نفر گفته فلان غذا رو نخوریم ما دیگه اینو نمیخوریم، این یکی، یا اینکه میایم یه سری ویتامین ها و مواد معدنی رو سر خود میخوریم. اینم خیلی باید حواسمون باشه، خیلی، چون که خیلی پیش میاد که مثلا من خودم شاید بگم روزانه باش در ارتباطم، به من گفتن زینک بخور به خاطر اینکه سیستم ایمنی تو تقویت میکنه. شما نمیدونی که اگر زینک و زیاد از حد بخوری باعث میشه مثلا مس تو بدنت جذب نشه، کمبود مس ایجاد کم خونی میکنه، آهن رو اجازه نمیده. ببین یه ذره مکمل اشتباهی که یه نفر اومده خورده چه کانسکونس ها، چه نتایجی داره. خب این روزا مصرف ساپلمنت ها رفته بالا به صورت بی‌رویه. مثلا من میبینم والدین همینجوری زینک دارن به بچه هاشو میدن قدش بلند شه، میگم بابا کی گفت آخه
خلاصه دنیا پیچیده است دیگه. درسته، بله بفرمایید ادامه بله. بدید. اطلاعاتی که بدون پشتوانه، الان که خب مثلا این سیستم پاپ مد و چه میدونم این تحقیقات هم در دسترس، میان یه جمله از اون تحقیق رو بله. میخونن و از اون نتیجه گیری میکنن و خب فالوورای زیادی هم دارن و صداشون پخش میشه و خیلی اعتماد میکنن، در صورت که نمیدونیم توی اون تحقیق بقیه چیزاش چی گفته، بقیه قسمتاش چی دقیقا. گفته. این یه ذره اینفورمیشن های اشتباهه. یکی اینه، یکی این که به خاطر آلودگی های محیطی که هست، حالا چه از نظر هوا، چه از نظر غذاهایی که میخوریم، آبی که مینوشیم، چه میدونم مواد بهداشتی آرایشی که به صورتمون میزنیم، حالا یا خوشبو کننده هایی که استفاده میکنیم و دیگه بگیر برو که چقدر انواع و اقسام آلودگی ها هست، اینا خیلیاش توی بدن ما نمیتونه دیتاکسش بکنه اگر درست غذا نخورده باشیم. این یکی از دلایلی میشه که ایجاد تیروید کمکار میتونه بکنه. یکی از انواع تیروید کمکار بیماری هاشیموتوه. جونم میگم چیزی که اصلا دقت نمی‌کنیم نمیشه. همینش دقیقاً خوشبو کننده و یعنی چیزایی که همش اطرافمون هست و اصلا بهش دقت نمی‌کنیم خوشبو احتمال زیادی. کننده هایی که تو ماشینا میذارن، نمیدونم توی اتاقا میذارن، تو خونه ها میذارن، نمیدونم همه جاها، اینا خودش نمیدونین چه موادیه که اصلا بدن ما، حالا بدن ما سیستم دیتاکس خیلی قوی داره، خیلی خوبی داره، ولی خب تا یه حدی دیگه از یه جایی به بعدش ایجاد مشکل میکنه. خب کمک نکنیم به بدنمون هم خب بدن دیتاکسش هم کار نمیکنه دیگه. چجوری سیستم دیتاکس وقتی همه چی غلطه دیگه سیستم دیتاکس هم خوب کار نمیکنه دیگه. دقیقاً. یکی از سیستم های دیتاکسیفیکیشن مهم بدن یا سمزدایی بدن ما کبده. چقدر کبد چرب الان زیاده. خب وقتی که انقدر کبد چرب زیاده، مشکلات کبدی، در نتیجه کبد نمیتونه دیتاکس کنه. کسانی که کبد چرب دارن خیلی باید حواسشون به تیرویدشون باشه. فقط نباید بیان بچسبیم به این که خیلی ها میان میگن چی بخورم کبد چربم خوب بشه. نباید فقط به این بچسبیم. چرا؟ چون که باید حواست به تیرویدم باشه. اینا توی این طوری با هم دیگه دارن کار میکنن. یکیشو حواست باشه، هر چقدر تو بیا کبدتو ساپورت بکن، اگر حواست به تیروید نباشه کبد نمیتونه کار، و برعکس، و همینطور برعکس. کسایی که مقاومت انسولینی دارن، کسایی که پانکراسشون بیش از حد داره کار میکنه و اینا خواهی نخواهی روی کبد اثر میذاره، روی تیروید اثر میذاره. تموم اینا خانم هایی که در سن پریمنوپاز یا منوپاز هستن. همونطور که گفتم این داستانی که ما الان داریم میگیم بر هم است، اما شما اگر در ژنتیکی کسی رو دارین در فامیل درجه یکتون که مشکل تیروید داشته، شما باید بیشتر مراقب باشی. اگر خانومی هستی که تو سن پریمنوپاز یا منوپاز هستی، باید بیشتر مراقب باشی. اینا همه میتونه عواملی باشه که ژنتیکی. و یه نکته ای که میخوام بگم، خود ایمنی، بیماری های خود ایمنی، هم هاشیموتو که کمبود هورمون های تیرویده و هم گریوز که بیش از حد بودن بیماری های تیرویده، جزء بیماری های خود ایمنی هستن. و بعد دوباره اگر بخوایم من خودم خیلی اکسایتد میشم وقتی که در این مورد صحبت میکنم، چون واقعا معلوم میشه که بدن ما چه معجزه‌ایه، چقدر واقعا اعجاب انگیزه کارش. بیماری های خود ایمنی، یکیشو من یه پستی چند روز پیش گذاشتم در مورد 3 دلیل بیماری های 3 عامل شایع بیماری خود ایمنی. یکیش تراما ها هست، تراماهای درمان نشده، مشکلاتی که ما از بچگی داشتیم، از خیلی سال پیش داشتیم، مشکلات روحی روانی و قایمش کردیم، انگار توی زیر زمین خونمون یه چیزی رو قایم میکنیم و این هم تو اعماق وجودمون هی ایگنورش کردیم، هی چشم پوشی کردیم، هی قایمش کردیم. اینا به صورت هاشیموتو میزنه بیرون، به صورت انواع و اقسام بیماری های خود ایمنی خودش رو نشون میده. بر همین روح و روان و جسم رو باید با هم درمان بکنیم. برای جسم همه فکر میکنن ولی برای روح معمولا کسی فکر نمیکنه، دیده نمیشه. ولی وقتی میزنه بیرون
اون موقع است که من خودم مثلا کسی هم که تجربه این اضطراب و استرس رو داشتم و همش هم فکر میکردم که خیلی اوکی هم و اینا، تا اینکه واقعا دیگه منفجر شدم. اون موقع فهمیدم که نه خیر اوکی نبودی دیگه و چقدر طول کشید که من واقعا برگردم به حالت نرمالم. یعنی آدم باید همش دقت بکنیم، همش بدونیم که روانمون خوب نباشه جسممون هم خوب نیست و برعکس دیگه. بعد به همشون بایستی که دقت بکنیم. اگر مرسی ازتون. مثلا بیماری های پوستی، من یه نفر دیدم نوشتن کهیر میزده. بله، بیماری های پوستی میتونه از تیروید باشه. ضربان قلبتون اگر که خیلی بالا پایین میشه میتونه به خاطر تیروید باشه. مشکلات تنفسی اگه داشته باشین میتونه ریشش در تیروید باشه. هر کدومه این علائمو که نشون بدین باید تیرویدتونم چک کنین و اگر انشاءالله سلامت باشه ساپورتش بکنین تا بتونه درمان اون بیماری ها جواب بده. خیلی ممنون. بعد مریم جان یه ذره میخواین که در مورد هاشیموتو هم یه خلاصه توضیح بدید بعد یا اینکه حتما هاشیموتو هم که گفتم یک نوع از کمکاری تیرویده که خود ایمنیه، یک نوع بیماری خود ایمنیه. یعنی چه؟ یعنی سیستم ایمنی بدن ما که قراره کارشه که تیروید ما رو ساپورت بکنه، حالا میاد به تیروید ما حمله میکنه و اجازه نمیده تیروید کارش درست انجام بده و به اندازه کافی هورمون هایی که باید تولید بکنه رو تولید بکنه. این میشه یک بیماری هاشیموتو یا کمکاری تیروید. چرا بهش میگن هاشیموتو؟ اون پزشک ژاپنی که این بیماری رو تشخیص دادن و فهمید که این یک نوع بیماری خود ایمنیه، فامیلش هاشیموتو بود و این به این اسم موندگار شد. نمیتونم بگم لزوما درمان قطعی همیشه داره، ولی میشه ازش جلوگیری کرد. میشه با تغذیه و لایف استایل سالم میشه کنترلش کرد، میشه از علائم کاست. من خیلی ها رو دارم که مشکلات تیروید دارن و با تغذیه با لایف استایل سالم، همونطور که گفتم لایف استایل سالم یک مجموعه از لایف استایل، یعنی از ورزش، سلامت روحی روانی و سلامت بدن، همه اینها با هم خیلی تونستن راحت کنترلش بکنن. میشه کنترلش کرد راحت با لایف استایل، قابل کنترله که حالا براتون کم کم توضیح میدیم که راه چاره رو کم کم همینطور که نگار جون داره میره جلو براتون توضیح. خیلی هم عالی. خب پس همه این سوالایی رو که خب من فکر کنم سوال همه بود، فکر کنم در مجموع توضیح دادیم. هرچند که من فکر کنم واقعا یه بحثیه که شاید بشه روزها در موردش صحبت کرد، برای اینکه از داخل این بحث یه شاخه هایی جدا میشه که هر کدومش یک داستانه و واقعا باید در موردش صحبت بکنیم. ولی خب بالاخره دوستان یه آگاهی کلی داشته باشن که تیروید چیه و چجوری کار میکنه، چجوری مراقبش باشن، که خیلی ممنون از اطلاعاتی که دادید. حالا اگر که این وسط نمیدونم چند تا سوال اومد، ولی شما چیزی دیدید ببینیم که حالا اینا رو پاسخ دادیم یا نه؟ یه نفر گفته بودن قرص لووتیروکسین بخوریم. هر دارویی که پزشک براتون تجویز کرده حتما باید بخورین. فقط حواستون باشه یه قانون اساسی، قرص های تیروئید رو هر نوعیشو که مصرف میکنین با نزدیک به هیچ ماده غذایی نباشه، یعنی همزمان یا نزدیک به هیچ مکمل نباشه، مکمل آهن، زینک، نمیدونم منیزیم، هیچ کدوم از اینها. و اگر میتونین حداقل 1 ساعت فاصله بذارین تا غذا خوردن. اگر از قرص‌های تیروئید استفاده میکنین با پزشکتون مشورت بکنین و اگر اشکالی نداشته باشه که بیش از 90% مواقع پزشکا قبول میکنن و اشکالی نداره، قرص تیروئید رو به جای اینکه صبح بخورین شب قبل از خواب بخورین، به خاطر اینکه این باعث میشه که مدت طول مثلا 1-2 ساعت قبلش غذایی نخورده باشین، چون قراره ما قبل از خوابمون 1-2 ساعت غذا نخوریم دیگه. پس اینو که انجام دادیم 1-2 ساعتی شکممون خالیه، حالا قرصمون رو بخوریم و بخوابیم که تا صبح هم یه
مقدار زیادی، یه زمان زیادی داشته باشه که قرص بتونه مؤثرتر باشه. یه نکته هم که میخوام بهتون بگم، خانم دکتر مؤید نیا در مورد نمک ها خیلی پستای خوب، پادکست های خوب، خیلی اطلاعات خوبی دارم. من خودم هم از ایشون خیلی اطلاعات خوبی دریافت کردم. نمک های یوددار استفاده بکنی، چون که مدل غذا خوردن ما ایرانی ها کلا سبد غذایی ما سبد غذایی خیلی مواد غذایی یودداری توش نیست. بر همین اگر بتونیم از نمک‌های یوددار استفاده کنیم و به صورتی که خانم دکتر برمون یادمون دادن، که من میگم خودم هم از ایشون آموزش دیدم، نمک رو آخر غذا استفاده کنیم که تا جایی که میشه اون یودش رو نگه داریم، از بین نره. یا مثلا نمک رو جاهای مطمئن، ظرف دربسته اینا نگه داریم که یودش از بین نره. اینا خیلی مهمه. نمک هایی که امروز به صورت فعلی فروخته میشه و یه مارکتینگ خیلی خوبی هم ظاهرا پشتشه، نه تنها یود نداره، خیلی خیلی وقتا فلزات سنگین هم بهش اضافه، یعنی توش هست، چون پاکسازی نشده نمیدونیم چیه. یعنی یک شمشیر دو لبه است، از دو طرف داره تیروید شما رو فشار قرار میده. دقیقاً تحت فشار قرار میده. اینم یه نکته خیلی مهم، خیلی خیلی مهم. این مریم جان، یه نفر پرسیدن که به نظرتون قرص یود تاثیر داره؟ حالا قرص یود شاید قرص یود زیر نظر مشاور تغذیه و پزشک. حواستون باشه یود خیلی ماده غذایی، مایکرونوترین، یه ریز مغذیه که ما خیلی بدنمون لازم داره. زیادش هم اگه بخوریم ممکنه از اون طرف بره، ممکنه که بره به سمت پرکاری تیروئید. حتما قرص یود باید یا مکمل یود باید زیر نظر پزشک یا متخصص تغذیه بشه. اما همه در مورد سبزیجاتی میگن که نباید خورده بشه برای کسایی که کمکاری تیروئید دارن. من اینو میخوام بگم برای اینکه میترسم یادم بره. مثلا میگن مثلا سبزیجات خانواده کلم، شلغم، نمیدونم تربچه، این چیزا رو یا کمتر بخورین، مثلا 1 واحد بنز 1 لیوان در روز بخورین و ترجیحاً پخته یا بخارپزشو بخورین. اما من میخوام بهتون بگم یه سری میوه ها هم هستن که گویتروژنیک هستن، یعنی که اجازه شاید ندن که یود جذب بشه. مثل چه میوه‌ای؟ جالبه بدونیم مثل هلو. خب هلو، توت فرنگی، گلابی، اینا رزبری فکر کنم تمشک میشه. اینا میوه هایی هستن که اینم ممکنه اون خاصیت رو داشته باشن برای کسایی که مشکل کمکاری تیروئید دارن. بر همین نه فقط به سبزیجات، به میوه ها هم دقت بکنین. این میوه هایی که بهتون گفتم و به اندازه 1 واحد در روز، به اندازه 1 لیوان معمولی اونقدر در روز استفاده بکنین و ترجیحاً اگر میتونین به صورت 1 کوچولو بخارپز باید بکنید، خام نخورید. یا بخارپز یا من با خانواده کلم پخته شده مشکل دارم، ولی خودم هم میدونم که باید بپزمش. چرا نگاه دوستش نداری؟ احساس میکنم طعمش عوض میشه، بعد دوست ندارم. ولی خب واقعیتش اینه که باید پخته بشه دیگه. آره. آره. چیز نگار جون، یه توصیه بهت میکنم امتحان کن. حالا شاید خودت هم امتحان کرده باشی قبلا. ادویه بهش بزن، با ادویه ها ببین آیا فرق میکنه یا نه. مثلا با حالا یا انواع هر ادویه‌ای که دوست داری مثلا بهش بزنی. منم خیلی طرفدار کلم پخته نیستم. چیزی که برای من کار کرده، یکی پودر تخم گشنیزه، خب یکی زعفرونه، یکی یه مقداری دارچینه، و همه اینا که دارم بهتون میگم خیلی مؤثره برای سلامت تیروئید. آره اینا نکته ها رو یادتون نره بچه‌ها، دقت کنید دوستان. آره اینا هم خوشمزه‌اش میکنه، هم این که مثلا میتونی بخوری، هم خب خیلی خوبه. خیلی هم عالی، خیلی عالی. این دفعه اینجوری امتحان میکنم دیگه منم. آره بالاخره میدونیم که خامش درسته گواتروژن هم هستش. پس
مریم جان یه سریع هم اگه بتونید، اول یه موضوع هم در مورد این ادویه ها و اینا بعدا میپرسم ازتون، در کل میتونید که جمع‌بندی بکنید که چیا بخوریم که برای تیرویدمون و برای کلا سلامتیمون خوب باشه، یعنی سلامت تیروید رو تحت نظر بگیریم که گفتیم که بقیه چیزان به اونها وصل هستش. لایف استایل هم که یه موضوع واقعا طولانی تره، ولی خب اگر بتونید که یه خلاصه جمع‌بندی از اون چه که باعث سلامتی تیرویدمون میشه در نظر بگیریم در طول روز، خیلی ممنون میشم ازت. حتما. من یه مبحث خیلی مهم رو نگه داشتم برای اینجا که الان میخوام بگم و گفتم که تموم این ارگانا به هم ربط دارن و سلامت دونه به دونه اینا به تیروید ارتباط داره. یک ارگان خیلی مهممون، یک قسمت خیلی مهمی که میخوایم اینجا در نظر بگیریم و میخوایم در موردش صحبت بکنیم، باکتری های روده هست. سلامت باکتری های روده ما خیلی خیلی اثر واقعا مستقیمی داره با سلامت تیرویدمون. یعنی اگر شما کسی هستین که مشکل تیرویدی دارین که الان میبینم هم نوشتن، باید حواستون به خوراکتون باشه و به سلامت باکتری های روده. سلامت باکتری های روده با استرس هم تحت تاثیر استرس هم هست، تحت تاثیر ورزش و تحرک هم هست. من هرگز نمیگم فقط ورزش. ما قرار نیست صبح تا شب بشینیم و شب پاشیم بریم 1 ساعت بدویم یا پیاده روی کنیم یا ورزش بکنیم یا هر جور. ما قراره بدن ما به صورتی اپتیمال بهترین نوع خودش میتونه کار بکنه که از صبح تا شب تحرک داشته باشیم. یعنی یه قمقمه یه آب نیاین بذارین جلوتون بشینین سر کارتون، هر هی پاشین برین لیوانو آبش کنین. به این میشه یک بهانه‌ای برای حرکت کردن و به هر حال تحرک رو بیارین به غیر از در کنار ورزش. غیر از تحرک و ورزش و مدیریت استرس، حالا تغذیه‌مون رو چیکار کنیم برای این باکتری ها؟ این باکتری های روده ما مثل اثر انگشت دستمونه که آدم تا آدم فرق، خواهر و برادر، دو قلو، پدر و مادر با بچه هاشون با هم دیگه متفاوتن. در نتیجه هر کسی برای خودش باید هم اصول رو رعایت بکنه و هم یه جورایی سعی و خطا و ببینه چی براش میسازه، چیو که نمیخوره بهتر میشه، چیو که نمیخوره بدتر میشه و اینطوری. نه اینکه یهویی هم بیایم اگر مبتلا به سیلیاک یا حساسیت های شدید به گلوتن نیستین، لازم نیست گلوتن رو حذف کنین، لازم نیست نون رو از برنامه غذاییتون حذف کنین. ولی ما کاری که میکنیم صبح و ظهر و شب و گاهی اوقات تو میان بعد هم نون میخوریم. این کارو نه. خود منم خیلی نون دوست دارم و خودم هم میخواستم بگم هممون احتمالاً همینیم. آره ولی خب یه عاشق ذره نونم آگاهی خودم. خب کمک میکنه بالاخره. شاید هممون دوست داریم ولی با آگاهی البته میایم جلوی خودمون رو میگیریم بالاخره دیگه. با هم باید آگاهیمون رو ببریم بالا. درسته عزیزم. یه کاری که من کردم که بر خودم خیلی کمک کرد، من سعی نکردم نون نخورم. من عاشق نونم، هیچ وقت فکر نکردم جلوی خودم بگیرم و نون نخورم، هیچ وقت این کار نکردم. کاری که کردم این بوده که اومدم به خودم گفتم باید این چیزا رو هم بخورم. در نتیجه اگر من مثلا 3 تا برش نون بخورم، خیلی از چیزای دیگه هم که لازمه بخورم و معده مگه چقدر جا داره، نمیتونه. در نتیجه میام نونو میذارم آخری قسمت، سعی میکنم همه پروتئینم، کربوهیدرات خوب پیچیده، نمیدونم چربی خوب، سبزیجاتم، همه اینا باشه، حالا نونم میذارم کنارش. و این خیلی به من کمک کرده که خود بدن من داره اندازه نونی که من میخورم و چیز میکنه، تعیین میکنه و خیلی باش راضیم. خیلی امتحان کنین همه شما، خیلی خیلی کمک میکنه. به قول شما آزمون و خطا. شروع کنید، امتحان بکنید، مطمئن باشید که نتیجه میگیرید. درسته. برای سلامت باکتری ها اگر بیایم دونه بدونه گروه های غذایی رو در نظر بگیریم، پروتئین ها رو از مجموعه پروتئین های گیاهی و حیوانی با هم در نظر بگیریم. همه اینا رو
داشته باشه. پروتئین های گیاهی مثل انواع حبوبات خیلی خیلی خوبن، خیلی خوبن. یه حسنی که دارن، فیبر زیادی که داره و باعث میشه که بدن بتونه دیتاکس بکنه. خب حالا غیر از پروتئینش، پس حبوبات رو به صورت خیس شده و جوانه زده شده که هضمش راحت باشه و مشکل ایجاد براتون نکنه توی برنامه غذاییتون بذارید. پروتئین گیاهی دیگه، حالا من تو محصولات زیر شاخه سویا نمیخوام برم چون داریم بحث تیروید میاریم، اون خیلی باید شخصی بشه، ولی درست. پروتئین های گیاهی دیگه ای که میتونم بهتون بگم مثل نخود فرنگیه، مثل دونه شاه دونه است. اینا باز پروتئین های گیاهی خوبی هست. خب پروتئین های حیوانی هم که میدونیم بهتریناش ماهی ها هستن، ماهی های چرب، برای کسایی که تیروید دارن یا مشکلات تیروید دارن یا میخوان تیرویدشون رو ساپورت بکنن یا میخوان سالم بمونن. 2 بار حداقل در هفته از غذاهای دریایی استفاده بکنیم. تخم مرغ عالیه، خیلی خوبه. خیلی گفته میشه که لبنیات نخورین چون التهاب میاره و مشکلات تیرویدی خیلی ربط به التهاب داره. درسته، مشکلات تیرویدی با التهاب در بدن خیلی ارتباط مستقیم داره، اما لبنیات ایجاد التهاب میکنه، یک جمله اشتباه ناقصه. خب بله، لبنیات میتونه ایجاد التهاب بکنه در صورتی که شما نوعی که به بدنت نمیسازه به اندازه زیاد از حد بخوری. به اندازه و از نوعی که بر بدنت سازگاره وقتی بخوری عالیه، خیلی خوبه. خیلی از نظر پروتئین، چربی های خوب، انواع ویتامین های محلول در چربی، انواع مینرال ها مثل کلسیم قابل جذب بودنش بر بدن واقعا شاید جایگزینی نداشته باشه. و خب اگر که میخواین نوع کمتر التهاب زاشو بخورین، لبنیاتی که از شیر بز یا گوسفند درست شده باشه و یا یه گاو میش فکر کنم اگه اشتباه نکنم، اونم خوبه. آره اگه پیدا بشه. اگر پیدا بشه. ولی حالا اینجایی که ما هستیم من بزش رو زیاد میبینم، شیر بز، پنیر بز، اینا زیاد هست. زیاده کسی که آره طعمش رو دوست داشته باشه بهترینه دیگه. بله لبنیاتی که با شیر بز تهیه میشه بهترینه، مگه اینکه دقیقا. طعمش رو یکی مشکل داشته باشه که دیگه آره و ممکن یه داره. ولی بوش و بعضی ها چیزن. آره همین دیگه، بوش هم منم آره همون بوش و طعمش رو یکی میگه. دقیقا مثلا دقیقا. همون بوشه در واقع. آره. درست. بله بفرمایید. و اگر یک کوچولو ترجیح ما با ماست و پنیره، یعنی ماست و بله. پنیر یکم بیشتر بخوریم، خود شیر رو یکمی کمتر. اگر خانم دکتر معیدنیا گفت منو تصحیح کردن، ممنونم. گوسفند و بز و گاو میشه شطور، خیلی شد. ممنون. مرسی. آره ام، اینا خب و همچنین ترجیح ماست خب باز خیلی خوبه. چرا؟ چون ماست هم خاصیت لبنیات رو داره و هم خاصیت پروبیوتیکی داره، دوباره برای باکتری های بدن ما بسیار. این از لبنیات. از چربی ها ما هیچ دشمنی با چربی نداریم. خب اما چربی ها رو ما باید حواسمون باشه که امگا 3 و امگا 6 هر دو رو دریافت کنیم و به اندازه خوب. معمولا چربی ها حجم امگا 6 شون بیشتره و امگا 6 اگر نیازه، خیلی هم خوبه، بدنمون هم نیاز داره، ولی اگر از یک حدی بیشتر استفاده بکنیم و تعادلش با امگا 3 به هم بخوره میتونه التهاب زا باشه. در نتیجه چربی ها رو از نوع خوبش انتخاب بکنیم و همینطور که من همیشه بهتون پیشنهاد میکنم، غذاهایی هستن که تو خودشون چربی دارن. اگر گوشت میخورین، گوشت چربی داره، سعی کنین تو پخت و پزش از همون چربیه خودش استفاده کنین. تخم مرغ خودش چربی داره، لبنیات خودش چربی داره. پس اگر شما هر کدوم از این غذاها رو دارین میخورین، یعنی دارین به کمک به اون چربی مورد نیاز بدن هم میکنین. ولی خب روغن زیتون خیلی خوبه و روغن آووکادو خیلی خوبه و برای منبع خوب چربی میتونیم از مغزها هم استفاده. خیلی هم عالی. کربوهیدرات ها که خب حالا انواع سبزیجات هستن که کربوهیدرات دارن، اما
نکته مهمی که کربوهیدرات سبزیجات خیلی وقتا کارب و فیبرشون کمتره، بیشتر آب دارن. یعنی اگر مثلا شما خیار میخورین، اگر کاهو میخورین، اینا خیلی بیشتر آبه. خب در نتیجه از انواع سبزیجات، مثل همونطور که گفتیم از انواع دسته کلم ها و اینها هم استفاده بکنید در صورت معقولش. و توی دسته سبزیجات برگ سبز اگر بخواین اونایی رو استفاده کنیم که هم به دیتاکس بدنمون کمک کنه، هم خاصیت گویتروژنیک نداشته باشه، جعفری و گشنیز و شوید و اینا خیلی خوبن، خیلی خوبن. اصلا جعفری و گشنیز سمزدان، خودشون بله. دیتاکس میکنن بدن و کمک میکنن به سمزدایی بدن. اینا هم از این دیگه گفتم اینا رو. و مثلا وقتی که در مورد نات‌ها یا مغزها که صحبت میکنیم، یک مجموعی از چربی‌های خوب به بدن ما میده به اضافه انواع و اقسام مینرال ها و فیبر. ببینین وقتی که ما از هول فود یا غذاهای کامل استفاده میکنیم، خیلی لازم نیست نگران باشیم که چقدر از چی داره، چون جوری طبیعت برای ما اینا رو توی یه پکیج گذاشته که همه چیز رو یه جا داره. نمیخواد دقیقاً بگرانش. بهترینشه واقعیت دقیقا. دیگه. دقیقاً. خیلی هم عالی و خیلی ممنون. فکر میکنم که همه سوالا رو جواب داده باشیم. امیدوارم که همه هم استفاده کرده باشن. فقط برای اینکه وقت رو هم زیاد چیز نکنم، فکر کنم بعد یه ساعت احتمالاً این سویرام قطع میکنه لایو رو. یه کوچولو هم میشه بگید که آیا مصرف زیاد ادویه ها که معمولا هم زیاد استفاده میکنیم، چون میگیم این برای مهمه، این التهاب رو میگیره، اون فلان میکنه، آیا میتونه که مصرف زیادش هم موثر باشه توی، یعنی در واقع وارد شدن در سیکل معیوب یا نه؟ بله، ادویه ها خیلی خوبن. دوباره من یه پستی گذاشتم که نگار جون چقدر وقت دارین تا یک ساعت؟ من زمان ندارم. تقریبا 22 تقریبا 10-12 دقیقه. اوکی خوبه. دو تا چیز میخوام بگم. یکی ادویه ها، مثلا معروف ترین و مشهور ترین ادویه زردچوبه است دیگه، که آنتی انفلاماتوری، ضد التهاب، خیلی قوی و ایناست. خب زیاد که زردچوبه بخوری باعث میشه که آهن درست تو بدن جذب نشه. خب هیچ چیزی، آب که دیگه بهتر از آب نیست، زیادش خوب نیست. هیچ چیزی زیادش خوب نیست. در مورد ادویه های نکته رو بهتون بگم که یه نکته جالبی که هست در مورد ادویه ها اینه که مقدار کمش اثر زیادی داره. فکر نکنین که مثلا برای اینکه زردچوبه بخوام بخورم حالا یا دارچین بخوام بخورم، بخوام اون کاری که من ازش انتظار دارم و انجام بده، باید حتما صبح و ظهر و شب چای زردچوبه بخورم و 2 تا قاشق زردچوبه تو شیر بریزم و این ور و اون ور اینا. نه، همون مقدارهای کمی که توی غذاهامون استفاده میکنیم خیلی خوبه. یه تحقیق جالبی من خوندم در مورد قرصای کرکیومین یا ماده فعال زردچوبه، کرکیومینه. اومدن اینا رو به صورت آزمایشگاهی جدا کردن و خود کرکیومین رو به صورت ساپلمنت میفروشن. و یه تحقیق جالبی که من خوندم میگفتش که کرکیومین خودش یک ماده ضد التهاب هست 100%، اما زردچوبه، گیاه زردچوبه، یک مجموعه ای از مواد غذاییه که کرکیومین وقتی کارشو درست انجام میده که در کنار اون مجموعه بقیه باشه. وقتی که میارنش از این مجموعه بیرون هنوز ضد التهابی هست، بله، ولی به اون قدرت نیست. خب در نتیجه نگران مقدار نباشه، مقدار رو زیاد مصرف نکن، همون مقداری که توی غذاهاتون استفاده میکنید. ولی غذای بدون زردچوبه سعی کنین نپزین، غذا رو با زردچوبه بخورید. یا مثلا توی چایتون یه مقداری، مثلا یه تیکه چوب دارچین با چایی دم کنید. خب این خیلی خوب، همین کافیه. زیاد از حد هر کدوم از اینها میتونه همونطور که نگار جون گفت اثر عکس داشته باشه. خیلی هم عالی، خیلی ممنون واقعا ازتون. یه نکته دیگه میخوام بگم که یه نکته‌تون موند. آره عزیزم. و اون یکی کاریه که من میکنم، اون تخصص آروماتراپی منه و میخوام بهتون بگم که اسنشال اویل ها یا اسانس ها رو هم دست کم نگیرید. اینا همونطوری که ما
از خوردن و اینها استفاده میکنیم از مواد غذایی و واقعا میرن تو بدنمون، پوست ما یه ارگان خیلی بزرگیه که میتونه غذا رو جذب کنه، حالا یا هر موادی که روش میذاریم رو جذب بکنه و میتونه خیلی از مواد غذایی یا مواد آنتی انفلاماتوری یا ضد التهاب از اون طرف هم میتونه به ما کمک کنه و وارد بشه به بدن ما. و یه راه دیگه که اینا کمک ما میکنن از طریق بینی و نفس کشیدنمونه که میتونن راحت وارد جریان خون بشن. چند تا اسانس میخوام بهتون بگم که اینا رو میتونین یا توی دفیوزر را بریزین و بذارین مثلا تو هوای اتاق باشه. اگر بچه کوچیک زیر 5 سال دارین به هر حال این باید کنترل بشه. کسایی که افراد سال خورده بالای مثلا 70-75 سال دارن باید زیر نظر آروماتراپیست استفاده بکنن و کسایی که مشکلات خاص دارن. برای آدمای معمولی که مشکل خاصی ندارن رزماری خیلی خوبه، خیلی عالیه. اسانس پپرمینت خیلی خوبه، لونده خیلی خوبه. رزماری و پپرمینت خیلی کمک میکنه به دیتاکس شدن، دیتاکس سیستم دیتاکس بدن، سمزداری بدن. رزماری خیلی کمک میکنه به سیستم روانی ما، مموری، حافظه، اینا رو خیلی فعالشون میکنه، آروممون میکنه. یکی لوندر یا استخوادوسه که آرامش میده و یکی اسانس هایی که از مرکبات گرفته میشن مثل گریپ فروت، مثل لایم، مثل لیمو. اینا هر کدومشون آپلیفتینگ، انرژی بهمون میده و اینا رو حالا میتونیم مثلا با یک کمی روغن کرچک مثلا بردارین، یه قطره پپرمینت توش بذارین. خیلی این اسانس ها مهمن از این نظر که خیلی پوتنتن، خیلی قویه. مقدار کمش رو استفاده باید بکنید و مثلا روی شکمتون ماساژ بدین، روی این قسمت تیرویدتون ماساژ بدین، اینا روی قسمت شقیقه هاتون ماساژ بدین. خیلی میتونه بهتون کمک بکنه، اما حواستون باشه دوباره مثل ادویه ها زیادش میتونه پوستو بسوزونه، زیادش میتونه حتی تاول بزنه پوست. در نتیجه مقدار خیلی کم. خیلی ممنون. انقدر هیجان زده شدم فکر کنم یه برنامه باهاتون بعد در مورد آروماتراپی بزنم. چون که واقعا توی یک بحث جا نمیشه، چون فکر کنم خیلی بحث مفصلی هستش. من امیدوارم که دوستانم استفاده کرده باشم. من خودم خیلی استفاده کردم. خیلی ازتون ممنونم مریم جان، واقعا سخاوتمندانه در واقع میشه گفت که اطلاعاتتون رو در اختیار همه قرار دادید، وقتتون رو در اختیارمون گذاشتید. امیدوارم که برای همه دوستان مفید بوده باشه و بتونن که استفاده بکنن. ویدیو رو هم که سیو خواهم کرد ایشالله. اینستاگرام با من یاری بکنه، حتما سیوش خواهم کرد و باهاتون به اشتراک میگذارم که در اختیار همه دوستان هم باشه. و دیگه اینکه منم ممنونم نگار جون، شما همکار عزیز منی و خیلی خوشحالم که در کنارت هستم و واقعا ممنونم که همه این زحمت رو کشیدی و این برنامه امروزمون رو شما کوردینیتش کردی. همه زحمتش با شما. مرسی عزیزم. همه زحمت با شما بود. خیلی ممنون از همه دوستان که جوین شدیم به این برنامه و از دیدن شما خیلی خوشحالیم. امیدوارم که برای همتون مفید باشه و بتونیم که با مریم جان تو برنامه‌های بعدی دوباره توی نمیگیم خداحافظ، میگیم به امید دیدار دوباره زود. خداحافظی نمی‌کنیم، میگیم به امید دیدارتون هر چه زودتر با یه موضوع جالب‌تر دیگر ان شاءالله عزیزم. مرسی عزیز دلم، از همتون خداحافظی می‌کنم. مرسی، روز و شبتون خوش. خیلی ممنون از همتون. خداحافظ.